برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. ابتدا می کنم به نام خدا. سلام و درود به یکایک شما تماشابینان گرامی. برنامه تحلیلی دیدگاه است و شوکتی محمد با شما هستم. در برنامه امروزه ما درباره چشم طمع اندوختن حکومت جمهوری تاجیکستان به پول مهاجران صحبت می کنیم. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است مبلغ‌های مهاجرین را برای رشد کشور استفاده کند. برای عملی سازی این کار نقشه چاره‌بینی‌ها عاید به عملی گردانی کانسپسیا درباره جلب هموطنان برون مرزی همچون شریکان رشد کشور برای سالهای 2021-2025 تصدیق کرده شده است. این بار چندم است که حکومت درباره جلب مبلغ‌های مهاجرین حرف می‌زند. عادتاً این حرف‌ها زمان صدا می‌دهند که بحران اقتصادی یا مالیوی از گریبان حکومت بگیرد. اما به نظر می‌رسد تصمیم مقامات این دفعه جدی‌تر است، زیرا زینه‌های عملی سازی تصمیم نیز طرح ریزی شده سپارش‌های برای اجرای آن در پورتال حقوق وزارت عدلیه نشر شده است. همچنین با ساختارهای دخلداری دولتی از جمله مقامات محلی سپارش داده شده است که اجرای بندهای نقشه تصدیق شده را تامین سازند. مقامات مسئول گشته موظف شده اند معلومات درباره اجرای نقشه را به وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری پیشنهاد نمایند. جلب مبلغ مهاجران یکی از بندهای این نقشه است، اما به نظر می رسد تمام کارهای دیگر که در نقشه پیش بینی شده اند محض برای بنیاد زمینه برای جلب مبلغ مهاجران طرح‌ریزی شده است. نقشه چاره‌بینی ها از 24 بند عبارت است که طبق سمت ها گروه بندی شده است. در آنجا گفته شده است که تشکل مناسبت های اینستیتوسیونالی و حقوقی با هموطنان برون مرزی، تأسیس نظام معاصر رابطه دائمی با هموطنان برون مرزی، برگزاری چاره‌بینی های اطلاعاتی و فرهنگی برای دستگیری ارزش های ملی، فرهنگی، تاریخی و زبان تاجیکی در داخل و خارج کشور، جلب هموطنان برون مرزی همچون شریکان رشد کشور، مانیتورینگ و ارزیابی اجرای نقشه چاره‌بینی ها. در دایره نقشه از جمله تأسیس شورای هماهنگساز، پورتال مخصوص اینترنتی و فاند جمعیتی پیش بینی شده است. غیر از این تهیه و عملی سازی لایحه‌ها با اشتراک مهاجران تاجیک، جلب سرمایه مهاجران به اقتصاد جمهوری، منتظم با مکافات‌های دولتی سرفراز گردانیدن شخصان فعال در این سمت در نظر است. حکومت ببینید زمان می‌خواهد با مهاجران رابطه دائمی برقرار کرده مناسبت‌های اینستیتوسیونالی و حقوقی با آنها را تشکل دهد که سطح این مناسبت‌ها به پایان ترین زینه از زمان شروعی مهاجرت مهنتی رسیده است. مناسبت حقوقی حکومت با مهاجران همیشه از نگاه فرضیه گناهکاری یعنی پریزومپسیا نیوینوونوستی نیو از روی پریزومپسیا وینوونوستی بوده است. یعنی اینچه خیل هر مهاجر گناهکار است مگر اینکه بیگناهیش را ثابت سازد. از بارزترین نمونه این مناسبت حکومت به مهاجرین این است که صحیفه های شبکه های اجتماعی آنها همیشه زیر کنترل شدید قرار دارد و طبق آن علیهشان پرونده آماده می شود. یا بعد برگشتن به وطن تلفن دلخواه مهاجری که به نظر مقامات مشکوک می نماید تفتیش می شود و با پیدا شدن کمترین بهانه برای کشیدن به جوابگری روز مهاجر سیاه می شود. همچنین حکومت با کمک مقامات روسیه ده‌ها شبکه تعقیب مهاجرین در شهرهای روسیه را راه‌اندازی کرده است که هر زمان می توانند دلخواه نفر را ربوده به کشور فرستند. در اکثر ولایت ها
در اکثر سوبیکت های روسیه 5 نفر و 10 نفر معاشخوری حکومت هستند که آنها به جای خواب، به خورد و خوراک، به معاش خوب تامین شدهاند. وظیفهشان این است که آنها به مقامات خبرکشی کنند و نفران را دستگیر کنند، ربایند و به تاجیکستان فرستانند. باید دانسته باشیم که روسیه 83 سوبیکت دارد. در 83 منطقه روسیه اگر 5 نفری حساب کنید چقدر می شود؟ نزدیک به 500 نفر. نزدیک به 500 نفر تنها وظیفهشان این است که در سوبیکت های روسیه آدم ربایی کنند، مهاجران را نظارت کنند. مناسبت های حقوقی و رابطه دائمی با مهاجران که حکومت میخواهد راه اندازی کند سال هاست که به منبع فساد در روسیه و حتی کشورهای پیشرفته اروپایی تبدیل شده است. ببینید هر مراجعت مهاجر به نمایندگان کشور قیمت خود را دارد، نرخ دارد. حتی معلومات نامه برگشت به وطن با قیمت هنگفت فروخته می شود. چی رسد به کمک های حقوقی در داخل بوده باش مهاجر؟ این سیستم تا حد به فساد فرو رفته و بی‌معنی شده است که مهاجران ترجیح می‌دهند اصلاً برای کمک حقوقی به سفارت مراجعت نکنند. بیشتری کارشناسان به این نظرند که سبب اصلی ربوده به وطن بردن عزت امان هم همین بود. اگر در دوره کرامت شریپوف بخش از مهاجران به کرامت شریپوف مراجعت می‌کردند و بخش دیگر به سفارت، در دوره عزت امان اکثر کلی مهاجران به نزد عزت امان می رفتند و حامیان دیگری حقوق مهاجران مثل کریم جان یاروف و ولنتین چوپیک می رفتند. به سفارت نمی رفتند. از یک طرف اگر فعالیت گسترده عزت امان و دیگران باعث این شده باشد که مناسبت یعنی مراجعت به سفارت کاهش یافته، از طرف دیگر راه اندازی فعالیت آنلاینی در شبکه‌های اجتماعی موقع سفارت را بسیار تنگ کرده است. حالا پس از ربودن عزت امان و کاملا از دست دادن اعتبارش نزد مهاجران، حکومت می‌خواهد رابطه اش با مهاجران را تقویت بخشد، یعنی خودش سر کار شود. چون حالا رابطه وجود ندارد. مهاجران رابطهشان با حکومت کنده است. در روسیه به سفارت تا مردم مهاجر مجبور نشود مراجعت نمی کند در یگان کار. اما با وضع کنونی که خود حکومت با عملکردهای دشمنانه اش علیه مهاجران به وجود آورده است، در گمان است که چنین رابطه به این زودی برقرار شود، حتی در صورت کمتر شدن فساد. این غیر امکان است. بی فساد حکومت امروزه زندگی کرده نمیتواند، بوده نمیتواند، به پایش بدون فساد راست ایستاده نمیتواند. برای برقرار سازی رابطه با مهاجران و به دست آوردن باوری مهاجران برای حکومت سالها لازم است. سالها لازم است که باوری مهاجران را به دست بیارد و این هم آیا می شود آیا نه کسی کفالت داده نمیتواند. چون که حکومت تا به امروز به تمام وجودی هستیش کوشش کرده است که بالای مهاجرین ظلم کند، به کیسه مهاجرین چشم اندازد، از حقوق مهاجرین دفاع نکند و چنان بی‌پروایی ظاهر میکند که هر کجای مهاجر مرده رفتن میگیرد، حقوقش را پایمال کنند کردن میگیرند، در کوچه ها خواب میکند، به حجت میماند. حکومت تا به امروز پروا ندارد و خودش را بدنام کرده است. اکنون چگونه میتواند باوری مهاجران را دوباره به دست بیارد؟
اولش اینکه این غیر امکان است، دویمش اینکه خیلی مهنت بخواهد. یکی از برنامه‌های جالب نقشه آخرین حکومت برگزاری چاره‌بینی‌های اطلاعاتی و فرهنگی برای دستگیری ارزش‌های ملی، فرهنگ، تاریخ و زبان تاجیکی در داخل و خارج کشور نامیده می‌شود. با چاره‌بینی‌هایی که چند سال اخیر در کشور برگزار می‌کند حکومت امامعلی رحمان سطح فرهنگ و ارزش‌های ملی را تا چکن و اطلس و کارتوشکا و بادرینگ و کدو پایان فرآورده است. یعنی فرهنگ گفته اینها همون چکن و کرته و اطلس تا امام خطیب برده پوشاندند، چکن را تا امام خطیب برده پوشاندند، اطلس و ادرس را، و همین کارتوشکا و بادرینگ و کدو را فرهنگ می‌دادند. متاسفانه تماشابینان عزیز، متاسفانه خودی مقامات به این باورند که فرهنگ و ارزش‌های ملی انا همینند: سبزی، پیاز، بادرینگ، کارتوشکا، کدو، و با آن افتخار هم میکنند. اگر چنین نبود، فرض کردیم که این نیست، ببینید مگر هیئت ازبکستان را به نمایشگاه چکن و اطلس و کارتوشکا و پیاز نبردند؟ بردند. اگر همین خیل نمی بود همین کار را میکردند؟ نمیکردند. طرز رفتار کردند که گویا شوکت میرزویف و هیئتی که از ازبکستان به تاجیکستان آمده است در عمرش کارتوشکا را ندیده است، در عمرش باغ را ندیده است، درخت را ندیده است. آخر ازبکستان در مسئله باغ و تاک پروری از تاجیکستان چند قدم پیش می ایستد. حالا ما به درجه ازبکستان در باغ و تاک پروری رفتن نرسیدیم. به درونش چی گفته باشه شوکت میرزویف؟ حالا ببینید، اگر حکومت میخواهد در روسیه و دیگر کشورهای بوده باشی مهاجران تاجیک نیست چنین چاره‌بینی‌های فرهنگی برگزار کند، بهترش خواهش میکنم این نامعقولی را نکند. این مسخره بازی در داخل کشور شرمنده کردن خود مقامات است. فقط خودش کتی، همین امامعلی رحمان کتی، همون حکومتش شرمنده می شود. اما در خارج لطمه زدن به آبروی به این هم نبوده ملت می شود. ملت رو که اینقدر شما بی آبرو کردید، سرخم کردید، زبون کوتاه کردید، باز هم میخواهید باز هم سرخم و زبون کوتاه و باز هم شرمنده شود؟ اگر این رو میخواهید همین کارتون رو میکنید. مناسبت رژیم امامعلی رحمان در زمان حاکمیتش با مردم در عموم و مهاجران در علاهیدگی ثابت ساخته است که این رژیم هرگز نه در فکر مردم بوده است و نه در فکر فرهنگ و به خصوص زبان تاجیکی. این رژیم تنها زمان به مردم توجه میکند که اهمیت میدهد که در انتخابات به آواز و در مشکلی ها به پول مهاجر نیاز پیدا میکند. با گمان غالب تمام این افسانه های در این نقشه وارد گشته تنها به هدف یک بند آن است: جلب هموطنان برون مرزی همچون شریکان رشد کشور. اکنون چشم رژیم امامعلی رحمان به کیسه مهاجر شد. همینقدر چشم کلان کلان به کیسه مهاجر. این خیلی ادبی کرده، خوشرو کرده گفته اند، همین قدر مضمون دارد. مهاجران عزیز، حکومت گفته شده است که به من پول میدهند، دالیه میدهند. اگر دالیه ندهید در همون روسیه هم شما را کار کردن نمیمونم. حتما حالا گفته سفربر کردن گروه های مخصوص سفربر میکنن، با شما واخوری میکنن، میگن که پول جمع کردن در کار، پول میدهید به ما، دالیه میدهید.
همین خیلی. حکومت خانوادگی امام علی رحمان در این سمت هم تمام زیرساختارها را خراب کرده است و در گمان است با راه اندازی روابط و چاره‌بینی‌های فرهنگی مهاجران را مایل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور کند. ببینید، یک نظر کوتاه به سیاست اقتصادی خانواده رئیس جمهور کافی است که ببینیم وضع را تا کجا خراب کرده‌اند. ببینید، تجارت و سرمایه‌های صاحبکارانی که به عائله قرابت ندارند از طرف اعضای عائله غارت می شود. تمام ساحه بیزنس از طرف اعضای عائله منوپولی است. با بالاروی با سرعت باج و اندازها و شمار تفتیش و جریمه ها بنابر پر نشدن بودجه اهمیت دهید. همگان میدونیم این را. اما در همین حال وارد شوی مبلغ به بودجه از آن سبب با سرعت کم می شود که اعضای عائله از یک طرف همه ساحه های بیزنس را منوپولی می کنند، از طرف دیگر انداز نمی سپارند. نمی مانند که مردم در همین ساحه کار کند، می روند زده کشیده می گیرند. بعد از زده کشیده گرفتن کار می کنند اما انداز نمی سپارند، یا اینکه تماما کار نمی کنند و فرسوده شده از بین می رود و تجارت. کارخانه به متلالوم تبدیل می شود. همون متلالوم شود اما یا عائله کار می کند یا که هیچ کس کار نمی کند. یا اینکه یک قسم معین به عائله دوله داده می شود. حالا چند تاجرانی که در تاجیکستان فعالیت دارند اول خوب به گفت خودشان در خارج از کشور ریشه اشان را به قوت کردند که مبادای عائله فشار بیارد در خارج یک زمینه تجارت داشته باشند. در خارج ریشه اشان را به قوت کردند. بعد در داخل تاجیکستان نیز یک قسم معین را به عائله رئیس جمهور دادند و با همین راه در تاجیکستان نفس کشیده ایستادند. ببینید چیزی دیگر، دو بانک سیستم ساز کشور برای به دست گرفتن همه بانک ها در کشور از طرف عائله مخصوص بر قصد مفلس کرده شد. هزارها خانواده صدها میلیونی ضرر دیدند و این مبلغ های بانوگ سوزن جمع آوردهشان را از دست دادند. حالا ببینید عوض اسعار که مردم میرفت در بازار است، در یک جای دیگر است، میرفت پولش را عوض میکرد، آزادانه کار خودش را بود میکرد، منوپولی شده است. حالا همین حالت اسعار در دست مردم قرار داشته را به بازار سیاه برد. اکنون یک عوض اسعار آزاد وجود ندارد. در بانک ها از $200 زیاد عوض نمی کنند. مردم رو آوردهش با بازار سیاهی عوض اسعار. حالا ببینید انتقال مبلغ نیز منوپولی شده است. بر ضمن این پرداخت اسعار انتقال شده با پول ملی که انتقال پول را هم به سمت راه‌های غیر بانکی برده است. پول فرستاده می شود با روبل یا دلار در تاجیکستان، خواهی نخواهی باید پول سامانی بگیری. باز با همون قربه که حکومت نشان داده است، بانک ملی تاجیکستان نشان داده است. ببینید در تمام دنیا قرب دلار میفراید، میبراید، 1 سوم میفراید، 10 درهم، 20 درهم، 30 درهم میفراید. هر روزه قریب در تاجیکستان چندین ماه است انا خیلی یک خیل شخص شده موندگی است. اپتیکه خیلی یک خیل شخص شده موندگی است. همین هم نشانه فساد است.
حالا ببینید فشار به صاحبکاران خرد و میانه و کشاورزان همیشه افزایش می‌یابد. این باعث ترک فعالیت کردن صدها هزار صاحبکار خرد و رکود بی‌سابقه بخش کشاورزی شده است. کفالت‌های دولت به صاحبکاری بنابر به دست غاصبان عائله گذاشتن اداره همه مقامات دولتی از بین رفته است. در نتیجه این حالت به فرار بی‌سابقه سرمایه و بیزنس از کشور شده است. سالانه تماشابینان عزیز تنها در ازبکستان صدها بیزنس از طرف شهروندان تاجیکستان تشکیل می شود. همون بیزنسمن ها، تاجرانی که در تاجیکستان نفس کشیده نمی توانند رفتند در ازبکستان تجارت های خود را باز کردند. یک اندوز سپارنده که می توانست در تاجیکستان اگر به فعالیت آزادانه او کفالت می بود، او همین فعالیتش را در تاجیکستان می کرد و انداز را به تاجیکستان می سپارید. اما در تاجیکستان که نفس کشیده نمی تواند به ازبکستان رفته است. چقدر تاجیکان ما در قرقیزستان قرار دارند؟ به قرقیزستان رفتند. به خاطر چی؟ برای آنکه در تاجیکستان نفس کشیدن نمی مانند. حالا همین خیل گفته رفتن گریم، این روی خط بی آخر است. گفته رفتن میگیریم همین خیل. حالا مهاجران عزیز همه شما نیز از این البته آگاهی دارید و در گمان است که مهاجران اختیاراً مایل به سرمایه گذاری در اقتصاد کشور شوند. همین طرحی که رسانه‌ای شد یعنی برای اقتصاد کشور، برای پیشبرد اقتصاد کشور شریک کردن مهاجران، یعنی چشم دوختن به پول مهاجران، این طرح از بنیاد ناموفق است. از بنیاد ناموفق است و تنها به صرف مبلغ بیهوده بودجه باعث می شود. اولش این که مهاجر پول زیادتی ندارد. حالا اینها فکر میکنن مهاجر در تگ بالشتاش 50,000 و 100,000 روبل داشته می ایستد. فکر نمیکنن که بعضی روز بیچاره مهاجر برای خمیره دندانشویی پول نمییابد. فکر نمیکنن که بنیم نان بعضی روزها پول نمییابد. بر راه کار یافته است، کار دارد، اما راه ندارد که رفته کار را سر کند. این گونه شرایط خوب دارد مهاجر. برای همین اینها با سوبیکت های روسیه کارمند میفرستانند، نماینده میفرستانند برای این نقشهشان را اجرا کردن. به گمان است که اینها موفق شوند. فقط همین قدر که این نزدیک به 500 کارمند را خوراندن در کار است، پوشاندن در کار است، به جای خوب تامین کردن در کار است، به معاش تامین کردن در کار است. همه این از حساب بودجه می شود بیهوده. چرا؟ زیرا چاره‌بینی هایی که حکومت به نظر گرفته است، خیلی که گفتم، انا همین خیلی مصرف های زیاد طلب میکند. از تجربه واکنش رژیم امام علی رحمان و ناموفق انجام شدن طرح‌هایش می شود پیش بینی کرد که دیرتر حکومت راه‌های جلب مجبوری پول مهاجران به اقتصاد کشور انیقترش به اقتصاد عائله را جستجو می کند. چون که همه ساحه های اقتصاد مونوپولی شده است، برای همین اقتصاد عائله گفتم. اما با در نظر داشت وضع امروزی کشور این کار هم تقریبا غیر امکان است، ناشدنی است. تماشابینان گرامی، تحلیل ها نشان می دهند که
اکثر مهاجرانی که قبلا موسمی به مهاجرت میرفتند تصمیم گرفتند که این دفعه با خانواده خود بروند. یعنی خوبترش کوچیده بروند به روسیه به مهاجرت. حالا نه تنها مهاجران، حتی بیشتری آنهایی که قبلا کوشش میکردند کار فعالیت و بیزنسشان در وطن باشد، حالا از این رأیشان گشتند، کوشش کرده ایستادند در خارج از کشور بیزنس را به راه مانند، تجارت را به راه مانند و در تاجیکستان نباشند. وقتی که تجارت در خارج موفق شد، بیزنس موفق شد، آنها بیزنسشون در خارج است، برای چه اویلشون در تاجیکستان باشد؟ میگیرند میروند. حالا ببینید، همگان دیده ایستاده ایم مهاجرت سراسری الکی شروع شده است و مردم با فروش ماشین و چاروا، گاو و گوساله و دیگر دارایی هایشان از جمله خانه و منزل در حالت کوچیده رفتن از کشور هستند. به دهه ها یک بار گذر کنید، نیمی از خانه ها به درهایش قلف زده شدگی است. فروش خانه ها در اوج است. فروش ماشین ها، گاو و گوساله ها، چارپایان خانگی در اوج است. مردم هرچی زودتر فروخته به هر قیمتی باشد بلیط خریده ایستاده است. حالا ببینید پروازها روز به روز زیاد شده ایستاده است. بلیط نیست. برای ماه ایون هم بلیط نیست، برای ماه ایول هم بلیط نیست. این بیانگری چی است؟ حالا ببینید اکثر آنهایی که در فرودگاه ها میبینید دست فرزندانشان را قبیده ایستاده اند. این نشانگری چی است؟ نشانگری آن است که با اهل عائله‌اش رفته ایستاده است. در این حالت چگونه مهاجر میتواند شریک اقتصادی حکومت باشد؟ این خیلی که شد چی می شود دیگر؟ حالا ببینید به این هم انتقال مبلغ مهاجران نیست، با سرعت رو به کاهش است، کم شده ایستاده است. آمارها را ببینید. هرچند حکومت تاجیکستان کوشش میکند آمار واقعی را پنهان نشان دهد، منبع های دیگر افشا میکنند. تاجیکستان پنهان نگاه میدارد، روسیه گزارش دادنش در کار، گزارش میدهد، آمارش را رسانه‌ای میکند. میبینید که طبق معلومات بانک مرکزی روسیه حجم پول فرستاده مهاجران در سال 2020 نسبت به سال 2019 32.4% کم شده است. از 2 میلیارد و 576 میلیون دلار در سال 2019 تا به 1 میلیارد و 741 میلیون دلار در سال 2020 فرآمده است. این چی رو نشان میدهد؟ این اون رو نشان میدهد که دیگر مهاجر تا هرچی میتواند کوشش کرده ایستاده است به تاجیکستان پول نفرستاند، مبلغ نفرستاند به تاجیکستان. و چیز دیگر این است که مهاجر کوشش کرده ایستاده است هرچی میتواند به تاجیکستان بر نگردد. راههای این را جستجو کرده ایستاده است. به همین کار کی مجبور کرده است؟ حکومت کورنوشیم جمهوری تاجیکستان، رژیم امامعلی الرحمن. ان همین امامعلی الرحمن و کماندش مردم را مجبور کردند که دیگر ترک تاجیکستان کنند. باز اینها تصمیم گرفتند مهاجران را شریک خود برای پیشرفت اقتصادی کشور کنند. یک تصمیم در اصل ظاهرا یک تصمیم خوب است، لیکن چخیر شما
با تمام وجودی حسیتون به مهاجرین ظلم میکنید، به مهاجرین ستم میکنید. یک بیچاره مهاجری تاجیک مثل یک ملت بی صاحب مانده است. شما در این حالت میخواهید مهاجر شریک اقتصادی شما باشد. حالا ببینید پیش بینی می شود بنابر تاثیر بحرانی به وجود آمده از تاثیر کرونا ویروس از یک طرف و هجرت خانوادگی مهاجران زیاد از طرف دیگر، این رقمی که گفتم درباره انتقال پول باز هم پایان می رود. اکنون ببینید که این طرح چگونه عملی می شود. عملی می شود یا نه؟ وقت نشان می دهد. نمیریم انشاءالله می بینیم. این بود برنامه امروزه دیدگاه. تماشابینان عزیز، امیدوارم این گونه برنامه های تحلیلی ما به شما پسند می شود و ما کوشش میکنیم که در برنامه هایمان معلومات های خوبی به شما پیشنهاد کنیم و تا چشم ملت باز هم بازتر شود، از نیرنگ و فریب زمامداران ملت باخبر شود. انا برای همین هم تماشابینان عزیز خواهش میکنم ما را پیگیری کنید تا باز هم معلومات های بیشتری در این باره ها داشته باشید و هرچی بیشتر شما ما را پیگیری کردید ما همان قدر کوشش میکنیم که باز هم بیشتر و بیشتر در خدمت شما باشیم. با همین نیت خواهش میکنم به کانال یوتیوبی ما آبونه شوید، زیر برنامه های ما تگمه لایک را پخش کنید. همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان میدهد که برابر نشر نوارهای ما شما در حال باخبر شوید. همچنین تماشابینان عزیز برنامه های ما را در شبکه ماهواره پیام تیوی در ماهواره یوتیلسات پیگیری کنید. سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.